مسئولین محلی ننگرهار میگویند که از 5 روز گذشته مقام‌های پاکستانی گذرگاه ترخم را برای هر نوع رفت آمد مسدود کردند. این دروازه که 5 روز پیش به دلیل ساخت تأسیسات نظامی از سوی نیروهای افغان در نزدیکی خط فرضی دیورند از سوی مقام‌های پاکستانی بسته شده است، مقام‌های افغان میگویند که مسئولین پاکستانی به آنها گفتند تا زمانی که ساخت این تأسیسات متوقف نشود دروازه را بازگشایی نمی‌کنند. اداره آمادگی مبارزه با حوادث میگوید که در نتیجه بارندگی‌های اخیر در کشور 36 تن جان باختند، 40 تن دیگر زخمی شدند و بیش از 300 خانه مسکونی به طور کلی و قسمی تخریب شده است. از شب ما قبل در ولایت‌های مختلف کشور برف و باران باریده است که در برخی از ولایت‌ها به دلیل جاری شدن سیلاب ناشی از آن در کنار تلفات یاد شده صدها چریب زمین در سراسر کشور نیز از بین رفته است. اداره ملی احصایه و معلومات میگوید که میزان تمام زمین تحت کش در سطح کشور به 3 میلیون هکتار میرسد که از آن میان 2.1 میلیون هکتار آبی و 917,000 هکتار آن للمی می باشد. همچنین مسئولین میگویند که از آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی تا اکنون در سطح کشور 15 میلیون و 330,000 تذکره الکترونیکی برای مردم توزیع شده که از این میان 9 میلیون و 307,000 آن به مردان و 6 میلیون و 21,000 آن به زنان توزیع شده است. شرکت کنندگان در یک سمینار تحقیقاتی در کابل گفتند که سرمایه گذاران افغان مقیم خارج باید به سرمایه گذاری در کشور تشویق شوند. برای مسئولیت بهتر سرمایه گذاران باید تدابیر گرفته شود. برای افزایش اعتماد به پول افغانی اقدامات صورت گیرد. زراعت میکانیزه و برای عشر و زکات یک رویکرد تهیه شود. امروز در کابل سمینار علمی تحقیقاتی تحت عنوان مسئولیت‌های اقتصادی نظام اسلامی از سوی اکادمی علوم برگزار و پیشنهادات یاد شده از طریق توافقنامه این سمینار به نهادهای مربوطه صادر شد. رهبری امارت اسلامی در دیدار با اعضای شورای علمای دینی و بزرگان قومی و روزگان گفته که علما مکلفند تا در ولایت‌های خود برای حل مشکلات مردم تلاش کنند. همچنین رئیس شورای علمای روزگان گفته که این شورا تلاش کرده تا احکام و توصیه‌های رهبری امارت اسلامی را به تمام مناطق روزگان برساند. و تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی خود در رقابت‌های جام قهرمانان چمپیونز ترافی امروز به مصاف تیم کرکت انگلستان رفته است. حشمت الله شهیدی سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان قرعه را برنده شد و تصمیم گرفت که نخست در برابر انگلستان به توپزنی بپردازد. قبل از این افغانستان در اولین بازی خود از آفریقای جنوبی شکست خورده و انگلستان نیز در اولین بازی خود مقابل استرالیا مغلوب شده است.